باشید. چطور هستین؟ شکر فضل خداست. شاید شما زنده باشید دکتر صاحب. این فضل خداست. بسیار طبیعی آمده. این چند روز که اینجا بستر هستین. بیا خیر باشه. یا خدا مهربان است. لطفا مرا اجازه میدید؟ هستم چی؟ جان اگر فشارتان روز به روز نرمال شده میره. مشکل نداری بخیر. زنده باشید دکتر صاحب. عارف جان خودت خود یک جوان با استعداد هستی. مثل که قلانای ما گفته که تصمیم شرط اول موفقیت است. اگر تو همین تصمیم تا قسم که گرفتی همین تو ادامه بدی انشالله تو جور میشی سالم میشی ما در خدمت هستیم. دکتر صاحب ما اومدیم که با کمک شما این بلای بد ترک کنم، چرا که ما همه چیز خود از دست دادیم. نمیفهمم که چی کنم دکتر صاحب. عارف جان تو غصه نکن. تو بر من ایره بگو که تو چطور از سیگرت شروع کردی چرس شد بالاخره به این حالت رسیدی که معتاد به هیروئین شدی. ای دکتر صاحب چه پی روزگار بد که سر آدم آمد. باز آدم در یک دهن مفته. چطور؟ دکتر صاحب من در قریه یک دختر دوست داشتم که شبانه نام داره. و اون مرا زیاد دوست داشت، بسیار زیاد. ما خواستیم کاروسی کنیم، یکی به دیگه برسیم. مادرم خواستگاری روان کردم، جواب رد شنیدیم. گفتن ما دختر خود با آدم غریب نمیتیم. ما تحصیل خود اعلام کردم، رفتم که کار پیدا کنم. این ده چارای ها برام مزدوری کردن، ده شرکت ها هر طرف که رفتم برام کار ندادن. از بیکاری جگرخونی زیاد را کشیدم. از تشویش زیاد دنیا سرم تاریک شد. باز بالاخره چند وقت پیش بچه های قریه دور برم گرفتن. از مجبوریت از من استفاده کردن و من فریب دادن. بالاخره به این حال روز من کشاندن. عارف جان هنوز هم دیر نشده. همون طور که میگه مایی را رو غذا بگیری تازه است. و اگر تو اراده قوی بسازی تصمیم بگیری انشالله بسیار زود جور میشی و به محبت میرسی. خدای بزرگ مهربان است، بر تو کار هم پیدا شد. دکتر صاحب حالا هم از من نفرت دارن. او شبانه که دنیای ما بود، خدا هم که چطور مرا بد میبینه. باز مرا چطور کسی کار بده؟ شما بگوین. عارف جان اگر ثابت کنی که اشتباه کردی و دیگه تکرار نمی کنی، باور کو همون شبانه که تو را دوست داشت امیال هم دوست داره. و اگر آدم کسی را دوست داشته باشه در هر حالت دوست داره. کمی مقاومت کو، جوان هستی. زندگی بدون زحمت به دست نمیاد. دکتر صاحب من کوشش خودم میکنم. خوب
عارف جان گریان نکن، ما را خدمت هستیم، هیچ مشکلی نیست. میشم تو استراحت بکنم. ما با کار میم باز. مادر، من از کار خود پشیمان هستم. او در قول خودم استوار. بابا، من در قول خود وفا میکنم. حال خودت بگو چطور هستی؟ خیری بینید دکتر صاحب، حال به فضل خدا خوب هستم. ایره بگو چی تغییر در وضعیت صحیت رونما شده؟ دکتر صاحب، روز در روز در جانم شیمه و قوت پیدا شده میره، بهتر شده میرم. از برکت مشوره نیک شماست. اما تو کارف جان خودش میگه حالتش بهتر شده رفته. مادرش، دوستایش، همه ما طبیعتش میخواهیم. حالا نمیمونیمش که تنهایی احساس کنه. چقدر خوب. این کارتان با صد کار میارزه. در درمان عارف جان بسیار کمک میکنه. او بیادر، ایره نگفتی برد کدام مصروفیت کاربار پیدا کردی یا نه؟ دکتر صاحب، اما تو کارف جان در مابین خانه کتی مادر خود سرگرم کار است. کتی مام نمود سر یک توت زمین که گلپی کشت کردیم بیل سر شانه کده کتیم کار میکنه. حال ما فهمیدیم در زمینی که بوته کوکنار کشت شده باشه ما دیگه کار نمیکنم. این بوته سیاه لعنتی بچه ما را در روزگار سیاه آبشته ساخت. دیگه طرفش سیل نمیکنم. دکتر صاحب، ما حالا دانسته شدیم. اما تو که پدرم گفت در خانه کت مادرم و در بیرون امرای پدرم شانه میتم، خود بیکار نمیمانم. آفرین. این تصمیم و همتت بسیار خوشم آمد. اگر در بیرون کدام کار برات پیدا شد کار کنی. بسیار کار خوب است. بیا خدا مهربان است، این کارم میکنم. در فکرش هستم، ببینم که چی میشه. کاکا، ما کتی شما و عارف جان بسیار گپ زدیم و بسیار خوش شدیم که عارف جان واقعا صحتیاب شده. زنده باشین دکتر. ما به اجازه تان میرم، باز روز دیگه میایم باز خبرتان میگیرم. خیر ببینید انشالله. زنده باشید دکتر صاحب. مرد دکتر صاحب. باش خیر. ما دکتر صاحب میریم که دیگه مریضای خود ببینیم. باز انشالله باز میایم. قدم هایتان سرچشم دکتر زنده صاحب. باشین. بسیار خوش آمدید دکتر صاحب. برادران مسلمان، جوانان، شما همتان میدانید که خوب است و بد است. در دین مقدس اسلام خوبی و دستگیری از دیگران که احتیاج و محتاجند صدقه جاریه است. برادران مسلمان، چیزی که جوانان ما را به مصیبت و نفرت آغشته کرده دو چیز است. یکی کاشتن کوکنار و دیگری آغشته شدن به مواد مخدر، چرس و تریاک و پودر. او خانه که به فکر از که زمین خود را کوکنار کشت میکنه و پولدار میشه، نه، او فریب خورده. اول که زمین از او از بین میره، کم قوت میشه و دیگه کشت کوکنار خودش به ذات خود حرام است، گناه است، حرام خور میشه و یک کار فلاکتبار، عاقبت یک کار فلاکتبار بند میمانه، یا این که دولت زمینش از بین میبره و یا چپه میکند، یا تو بلا با سرش خواهد آمد که دیگر ریاهی نخواهد یافت. و برادران، چرا ما دیده به دانسته خود را در دام مرگ، نیستی، گناه و نفرت دوچار سازیم؟ چرا به عوض کشت کوکنار زمین خود را
زراعت خود را ترقی ندیم. گندم بکاریم، زعفران بکاریم و گلپی تا از یک طرف رزق حلال با اولادهای خود کمایی کنیم و از طرف دیگر خداوند تعالی از ما خوش شود. و در جوانانی که به خاطر یک لحظه نیشه و به خاطر ساعت ما تیر شود خود را در بلای کشیدن چرس، هیروئین و پودر میندازد، بیخبر از اینکه به صحت ما چقدر ضرر دارد و چقدر بی عزت میشه و چقدر اعتبار خود از دست میده. چرا این مردم میگن و جانا چرا این مردم این کارا میکنن؟ آیا بیخبر از اینکه به صحت ما ضرر میده و باعث نفرت مردم میگرده؟ به طور مثال عارف بچه دلاغا را میگم، کلیتان او را میشناسین، یک بچه خوب مؤدب و لایق بود، مگر چند روز پشت کار گشت کار نیافت، آخر در دام فریب پودریان سرسیان افتید و مبتلا به این مرض شد. شکر خدا را که پدر و اولیاش و دوستاش بالای از او فهمید و زودتر با تیمی که در کریمه آمده بود خیر بیونه او را فهمان و عارف نیست در او اشتراک کرد و از گپای خوبی دکتر صاحبا آگاه شد و دیگر نادم و پشیمان شد و تداوی خود شروع کرد. عارف از خدا جور تیار است، دوش با دوش همراه پدر خود سر کار می رود. کاش که تمام سرمایه‌دارای ما و پولدارای ما شرکت ها جور کنند، فابریکه جور کنند، همین جوانای ما دو شامل کار شوند و از این بدبختی همه جوانای ما نجات پیدا کنند. کسانی که سرمایه‌دار هستند، پولدار هستند، به عوض که کشت کوکنار کشت کنند و تجارت کوکنار کنند و این پتانسیل رو نابود کنند و فابریکه تیار کنند، شرکت تیار کنند تا جوانان ما در کار شوند و وطن ما ترقی کند. مولای صاحب با اجازه شما ما تازه یک فابریکه جور کردیم که در اول عارف بچه دلاغا را که میشناسم بچه خوب و لایق است در کار او را خواد گرفتم و در پلوی از او چند تا جوان دیگه که خواسته باشن کار بکنن تا به گفته شما ما خدمت کرده بتانم و را هم در کار خواد گرفتم. شما دعا کنید که ما در این کار خود کامیاب باشم. آوردی بچه؟ یک چند دانه دگان بیارون از زیر درخت زردالو خوش خوش کشا جمع کلا جان مادر کن. دفتر چی را جمع کرده آورده تو سعی کن. حالا باغبان با باغت کار دارم، بته یک دست گل بیمار دارم، بته یک دست گل. ای دخترها چی شدن؟ ای شبانه چی شد؟ شبانه؟ مچم که یا کجا رفتن؟ ای های نه 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 گل چیده بده چیزی نگویی، بمانند گلت یک یار دارم. شبانه؟ او شبانه این دختر چی شد؟ وعلیکم السلام. مادر شبانه؟ ها بیا. ای های مونده نباش. زنده باشی. بس باشیم بس. مادر شبانه، امروز مولای مسجد بسیار خوب گپا زد. مولای مسجد چی گفت؟ بسیار خوب گپا زد. اگر راست بپرسی گپاش سر من تاثیر کرد.
خو چی گفت که تو خوش هستی؟ اول خو او عارف بچه دل آقا خوب شده بود، در نماز آمده بود. چقدر خوب شد. دلم با مادر بیچاریش شاگل قمیص و کتوبه. مگه ما در حق بچه عارف خوب نکردم. اگر اون وقت را تشویق میکنیم دستش میگرفتیم شاید دچار عمل بد نمیشد و روزشون بد نمیشد. مگه یک گپ دیگه، خود دیگه آدم چی بدانه؟ نگفتی که اون گپ دیگهش چی؟ در مسجد یک مرد خدا بلند شد که تازه فابریکه تیار کرده. از عارف و گذشتهش تعریف کرد و گفت که عارف همراه چند نفر دیگر در کار خواهد گرفت. سر عارف خداوند رحم و روشنی خدا کرد. اینه بخیر کاراش رونق میگیره. راستی که بچه لایق و زحمتکش است. حال کار خود کرد، زحمت خود کشید. خدا میربان است. حال که عارف دیدم بازی دستمال و یک گل برش میکنم و برش میگم خودت گل باشی و عمرت نه. بابی شبانه من یک دفعه خانه شاگلشان میرم که خوشخبری را برشان بدم. خب برو. شبانه او شبانه بیا بچه یک گلاسک چای بر بابی دم کو از سماوات. ما یک دفعه خانه خلا شاگلت میریم زود پس میایم. خب آوردی بچه؟ بیا ای جبان که ما تو خانه خلا شاگلت بریم. بیا بچه چای دم کو بر پدر. چی خود خواهی تو چای دم کو شبانه جان، من یک حضور تیار کنم. خداحافظ. پری گریه کردن کم کن. خوبیت نداره. فکر کو که کشت آخرت تکدی. ما تو گناهکار هستیم. گناه رسید اگر من و توست. سعیس هر چی که تو میگی درست است. خب خو نداره. من غافل شدم. هم جان خودم به عذاب شد هم طفل مهندسم رفت. تو در کشت کوکنار آغشته شدی. خدا از بار خدا جزای مدار.
خدا جزای عظیم را داد. خداوند بخشاینده و مهربان است. میشک حالا من تصمیم گرفتم که دیگه تریاک نخورم. من از خدا خود بخواهم که من 3 سالم در نصیب کنم. بیا که بدیم فلتای که میگه بیا. بله ستار هستیم. ملک ظاهر. بگو ملک ظاهر. قرضت. قرضارت هستم. چپی که آمد از هر طرف میه. از یک سو دولت تمام زمینای کوکنارم از بین برد و خرابش کرد. از طرف دیگه میاله به که مجلسم داریم. در قبرستان هستم میاله. سعیس ستار خان یک چند روز دیگه هم مهلت هست. اگه قرضه که مفادش ناوردی باز ما و تو دیگه رقم محاسبه میکنیم. براستی که میگن روز بعد بیادر نداره. شبانه من همه چیز ترک کردم میتونم، اما تو رو نه باور کو. اگر توی اراده رو کردی و در قول خود استاده هستی، ما هم در نفسای تو زنده هستم. باور کن. در مسجد یک مرد خدا بلند شد که تازه فابریکه تیار کرده. از عارف و گذشتهش تعریف کرد و گفت که عارف همراه چند نفر دیگر در کار خواهد گرفتم. ببین سر عارف خداوند رحم و روشنی خدا کرد. اینه بخیر کاراش رونق میگیرد. راستی که بچه لایق و زحمت کش است. حال کار خود کرد، زحمت خود کشید. خدا مهربان است.
حال که عارف دیدم بازی دستمال و این گل برش میکنم و برش میگم خودت گل باشی و عمرت نه. پری سلام علیکم. سلام. چطور هستی؟ آگنه سرم کاش که ما زنده نمیموندم. این گپا نزن. خدا تو را صحت و سلامت نصیب کنه و عمرت دراز بسازه. من مردم چی بگویم که من چی بود من هیچ بلا نزد آگنه سرم شد. ساده نشو. البته در قسمت نصیب ما و تو نبود. تو زنده باشی. دست خودم شد. من گپ هیچ کس قبول نکردم. خدایا که سمیدی بچه من کشت. بعد زار شد. من خودم ملامت هستم. من خودم ملامت هستم. اینقدر زیاد غصه و گریه نکن. میگن سر زنده باشه کلاه بسیار است. تو زنده باشی. گریه نکن. گفتمت گریه نکن. جگرخونی زیاد برات نقص میکنه. مال در زودی پیشت میام.
سلام علیکم خان صاحب. و علیکم جوری صاحب بخیر اومدید. شلالا خوب است؟ ماندنه باشی بخیر است. چی کردی کار؟ گفتم دی خانه رسید که خان صاحب خودشون پیشتر میره. خان صاحب تو برو به دیگه کارایت برس. بچه شم. خدا حافظ شلالا. بابان خدا. شیر لالا خداوند مرا لایق اولاد ندید. تمام زحمت‌ها و تکلیف‌های ما هیچ شد. خیر همی که پریوی جور است کلان گپ است. طفلتان کشت آخرت شد. شما زنده باشین خان صاحب. ای بابا ما خود دل خود چه امیدا داشتم. خود چیزی که آمده را چاره نیست. بادام آمده را رد نیست. خیر باشه. مگر من یک چیز براتون میگم. بگو چی میگی؟ اگر از من میشنوین بعد از این در فکر پری بیبی باشین. او خانم است. همین رادیو رو روشن کن. چی میگه؟ شنونده های عزیز، به خبری که جدیداً به ما رسید توجه نمایید. وزارت مبارزه با مواد مخدر در همکاری با دیگر نهادهای امنیتی کشور تصمیم گرفتند تا مزارع کوکنار را در سراسر کشور از بین ببرند. تا به حال کارمندان و مسئولین امنیتی توانستند مزارع زیاد از کوکنار را در مناطق مختلف کشور نابود کنند. این پروسه تا محو کامل کوکنار از افغانستان ادامه خواهد داشت. گل که رادیو رو چی جتیات میگه؟ ما تمام دار و ندار زندگی ما در کشت کوکنار بند کردیم. اگه زمینای کوکنار مرا که کشت کردیم از بین ببرن و زور ما به دولت نرسه. اون وقت است که در به در میشم. سزای قروت هوی گرم. بوتای کوکنار سبز میگفتی که سرسبزت بکنه. مگه مال هی بوتهای سیاه میشه و سیاه روزی میشه. مادر شبانه او مادر شبانه چی میگی؟ آمدم. آلی چی میگی؟ کجا روان هستی؟ یک گله چای برم. اوف اینی سبیل مانده در قات ترکاری ها در آمده بود. باش که ایره اونجا بسته کنم یا من یا او دختر برای چای میره. صبر تو این قغال مغال چرا میکنی؟ ریانه؟ او ریانه بچه من چاینکی چای کسی از گیلاس گرفته برای بابیت بیار. حالا تو ماندی و این رادیو رادیو بسیار خوب است. بسیار گفا داره. چی گفا داره؟ بسیار خوب گفا داره. شما او تو نمیفهمید. از شنیدن رادیو یاد میگیرید. این گوش افغانستان محبوب ما. شنونده های عزیز، شما میدانید که مواد مخدر چی اضرار دارد؟ امروز ما شاهد ضررهای بسیار زیاد مواد مخدر در جامعه خود هستیم.
جوانان ما در اثر اعتیاد با مواد مخدر از کار، تعلیم و تمام فعالیت‌های زندگی باز ماندند و مردم با آنها پودری میگویند. اینه رقم عارف بچه دل آقا. ما نباید بگذاریم جوانان ما در دام مرگ گرفتار شوند و اگر گرفتار هم میشوند باید زودتر در صدد راه علاج آنها بریم. آخر به چه طریقه؟ طریقش است که شکر الحمدلله ما مردم مسلمان هستیم و صدقه جاریه برای مردم ما واجب است. اگر کدام شخص معتاد میبینیم او را نباید تحقیر و توهین کنیم، بلکه سبب شویم که او را در اراده و تصمیم یاری برسانیم تا از بدبختی و مصیبت نجات یابد. بابی شبانه شنیدی که رادو چه خوب گفاس است. البته این بچه شاگل کسی کمک کنه کلان ثواب کمایی میکنه، کلان خیر میبینه. خوب گفتی، تام بد نگفتی. سلام علیکم. و علیکم بسیر. و علیکم بسیر. آمدی؟ کجا بود فورک بیادرت؟ اردیش خانه قرآن شریف میخواندم. شاباش بچم، برو همراهشون کمک شو. خب پدر جان. اینه ای چای یا هم گلاس. ما برم که در خانه کار دارم. دکتر صاحب بسیار خوش آمدین به خانه. تشکر، زنده باشین. میوه نوشیدن کنید. تشکر میگیرم. باش که دفعه فشار پریجان رو ببینم. پریجان می خواستین تا بلندی کنی جان. پریجان شکر فشارتان بسیار خوب است. دوای کمخونی تا خوردی؟ نه دکتر زبانه سریشه اینه رنگ روی پریجانم روشن شده. این سالا که روز تا روز خوب شده میره. توکل ما هم به خدا. آره بچه هم قصد داره که عمل سبیل مانده را ترک کنه. خاله شاگل خدا زبانت نیک کنه. برای که جور و صحتمند باشه روزگار ما بسیار به خوبی تیر میشه. عارف ما هم میشناسم، خوب بچه است، در قول خود عمل میکنه. زود خوب شدن پری وابسته به فضای خانوادی شماست و دوستانش که پیشش میایه و میره. دکتر صاحب ما همراه پری هستم. به خاطر جور شدن پری هر کاری که از دست ما بیایه ما انجام میدم. فقط شما هم بگوین که ما به خاطر جور شدن پری چی کار کنم. ما باید از امیال تداوی پریجان شروع کنیم و پری را درمان کنیم. از همین خاطر یک ماه دیگر پری باید تحت مراقبت در خانه باشه تا خوردن تریاک به کلی قطع کنه. بعد از او پری در شفاخانه مدت 10 روز یا 15 روز بستر شود. دکتر صاحب خدا خیرتان بده. براره بچه ما خیر ببینه نمیگه پا گفته بودن. بعد از شفاخانه مریضتان در خانه خودتان میتونین مراقبت کنین. چطور پری جان؟ دکتر صاحب من به خاطر که از بلای بد خلاص شدم. شما هر قسم که میگین من تو میکنم. کلش گناهی است. عادت خودم شد. خب بسیار خوب گپ است. امی که متوجه شدی و در اشتباهی پای بردی بسیار کلان گپ است. حال یک گپ ضروری. کدام گپ دکتر صاحب؟ مقصدم اراده و تصمیم پریست که دیگه در فکرش نشه. دیگه ای که والدهای خود فراموش کنه، دوستا و اقاربش ایره تشویق کنن، خوش نگاهش کنن، جگرخونش نسازن. خیر ببینی دکتر صاحب این گپایی را که خودت گفتی بر ما هم دکترها گفتن که عارف بچه ما زیر کنترل و مراقبت داشته باشیم. مقصد ما همیست کار کنیم که مریض تشویق شود تا مریض اراده کنه احتیاط ترکده بتانه. دکتر صاحب ما کوشش خودم میکنیم.
اگه با من کدام کار دیگه نباشه من میرم که کار دارم. موترم در بیرون است. دریورم شما رو میرسانم. خب با ما خدا درست است. اینه دکتر سیب بگیرید. بله بله سلام علیکم. و علیکم. بله صاحب میشنم بگوین صاحب. بعد در رادیو شنیدم که دولت زمینای کوکنار را خراب میکنه. ببین تو بچه که گپ تا چی اندازه راست است. بله صاحب کلگی هم گپ میزه صاحب. ما بازم یک اول سقیش میگیرم براتون تلفن میکنم صاحب. بله صاحب. خب هر چیز زودتر به ما اول بده. فهمیدی؟ صحیح صاحب. چشم. درست است. صحیح. مادر من از کار خود پشیمان هستم. او در قول خودم استوار. بابا من در قول خود وفا میکنم. سلام بابا جان. بچه خوب هستی؟ جان خوبی؟ سلام علیکم دکتر. خوب هستی؟ زنده باشی بابا جان. خانه خیاطی بود. مادر جانم خوب بود. سلام میگفتن کلگی. شکر. دعای میکردم. زنده باشی. دکتر صاحب عارف بچه ما چطور است؟ از این که عارف جان امرای ما مدت کمی بستر بود و تا جایی که ما ازش پرسان کردیم مدت کمی میشه به اعتیاد رو آورده و او تصمیم قاطعی داره. از او اشتباهی که کرده بود دوباره تکرار نمیکنه. ما به شما اطمینان میدم که عارف جان بخیر جور میشه و زودترین فرصت از جلسات میشه. زنده باشین دکتر. ما میخوایم که بچه فقط جور شود و از اینجا رخصت شود. بابا جان من روز در روز خوب شده میرم. خاطرتان جمع باشه. پدر جان عارف جان خیلی برای حمایت نوازش شما ضرورت داره. از شما خواهش میکنم او را کمک کنیم. زنده باشین دکتر صاحب. خیر ببینید. میکنه تلویزه آوردیم عارف جان نوش جان کنه. زنده باشی بابا جان. ما برای این مجده را برای مادرش و برای دوستایش بودم. میتونم. خیر ببینید. بابا جان مادرمشون سلام بگوین. بچه موفق باشی. زنده باشی. خداحافظ. خداحافظ.
خان صاحب چی گپ است فرای جان؟ کجا بره؟ صاحب نفرای حکومتی همراه پلیس آمده بود، اما کشتای کوکنار ما صاحب کلش زدن غوبل کردن. بیاین بریم صاحب یک خانه شد. چی؟ فاستر بگو. صاحب گپی است که پلیس آمده در کشتای کوکنار دارن، اما گناهش صاحب کت تفنگ کت چوبا زدن غوبل کردن. شما که اگه فنر صاحب هیچ کار نداره نمیشید. چی میشنم؟ برو بره. اینالی بوتای رنگارنگی کوکنار بر ستار خان بوتی سیاویسه. از طرف ما برش سلام بگوین و برش اضافه کنین که ما او را هیچ وقت فراموش کرده نمیتونم و بگوین که اگر او سربلندی و عزت خوده و من رو میخواه در تصمیم خود استوار باشه. شبانه من بی تو زندگی کردن نمیتونم. شبانه جان سلام. علیکم. عارف تو؟ شبانه من همه چیز ترک کردن میتونم اما تو رو نه باور کو. اصلا پیغام به تو رسیده که اگر تو سبیلی را که به یه حال روز انداخته ترک نکنی خبر مرگ مرا میشنوی. نه شبانه ما آمدیم که بگویم ما ترکش کردیم. میفهمی؟ حال ما به جایو نه خود میخورم. اینه دیگه هرگز اشتباه نمیکنم. اگر توی اراده رو کردی و در قول خود استاده هستی ما هم در نفسهای تو زنده هستم. تو هم باور کن. به نام خدا و به سر تو قسم که دیگه هیچ گاهی کار نمیکنم. خدا مهربان است که کار پیدا کنم. شبانه جان تو غصه نکو، دعا کو. به قولت وفا کن. وفا میکنم شبانه. خدا کن